این منم، کسی که توی 15 حرکت جلوی ما تا آخر باخت. البته توی این بازی من خونه فامیل بودم و آخرش هم تمرید. بگذاریم. این هم سایت دیجیکالاه، سایتی که اگر نمیشناسید احتمالا یا از پشت کوه اومدید یا ایران نیستید. و این ربات شطرنج دیجیکالاه، یک ربات که میشه با شطرنج بازی کرد و توی این ویدیو قراره که من باش بازی کنم. پس تا آخر این ویدیو همراه من باش. خب درجه سختی که معلوم روی حرفه‌ای میذاریم و با سفید شروع میکنیم. با E4 بریم تو شاخه‌های آلخین، اسب F3، فیل C4 و جورایی ایده های ایتالیایی میشه بهش گفت. و اسبش میخوام اتک بدم و مرکز رو کنترل کنم. اگه میبینید بازی من بد هست به بزرگی خودتون ببخشید، من ریتینگم 600. و با آن پاسان میگیریمش. خیلی خوب، به نظرم اگه اینجا قلعه بریم و این اسبمون از پینی در بیاریم خیلی ایده خوبیه. از قلعه میریم. اگه اینجا به فیلش من اتک بدم چی میشه؟ خب اگه دوباره اتک بدم چی؟ ترسیدم. اینجا حرکت برنده فکر کنم اینه که به کونیش اتک بدم. خیلی خوب، مرکز این ستون باز با رخ میگیریم. و این اسبمون رو میذاریم اینجا که مرکز رو کنترل کنیم. خیلی خوب، اگه من این اسبشو پین کنم به رخش و چی بود گرفت؟ این چیزی گرفت؟ حافظه رو. من این رو میگیرم با اسب. حالا با این رو پس میگیرم و این سوار رو میگیرم و یه تعویضی رو اینجا میکنم. حالا رخ رو میارم اینجا تا به پیاده‌اش حمله کنم. اینجا دوتا میدیم جلو که دیگه نتونم پیاده رو بگیره و با اسب رخش حمله میکنم و این پیاده رو کاسب میشم. اون پیاده رو نمیتونه بیشتر ببره جلو چون با اسب میزنمش، پس من این پیاده رو میگیرم و همینطور که گفتم با اسب میگیرمش. حالا فکر کنم باز این اسب رو باید از پینی در بیارم. پس
اول با پیاده اینو دفاع. آخ نه، الان با رخ میگیره. اگه من اینجا رخ رو بیارم اینجا که تو حرکت باید باتریشون کنم. حالا میتونم این اسب رو چنگال بذارم به رخش. او او اینجا یکیش میدیم. حمله میکنیم به این پیاده. اوف عباس اسبو چرا دادی؟ پیاده رونده رو میرونیم. یه دونه میدیم جلو. رو خوشش رو قربانی کرد. چی شد؟ خود مساوی کنه؟ فکر نکنم مساوی بشه. یه وزیر کیش میایم اینجا، اینجا و مات. خب این ربات رو که من تونستم ببرم، ولی تو هنوز نه لایک کردی و نه ساب. راستی کامنت پینچو دارم، یه نگاه بنداز.